سلام شنوندگان عزیز، دوستداران برنامه‌های موسیقی و ساز و نوای اصیل. موضوع امروزه برنامه از تبار خورشید ابن سینا زمینه‌گذار فن ورزش همچون علم و دلبستگی او به سرود و موسیقی های اصیل می باشد. از تبار خورشید. میگویند که ابوعلی ابن سینا بجز آن که همچون طبیب بی‌نظیر در دنیا شهرت یافته است، باز رساله های موسیقی نیز ایجاد کرده، از راز و نیاز چندین سازهای موسیقی نیز آگاه بوده است و این کم است که باز به اساسگزار فن ورزش بودن این عالم و متفکر برجسته تاجیک سرچشمه های معتمد خبر می دهند. میگویند که ابن سینا نخستین تألیف و یا اینکه قاعده ورزش را به چارچوبه علمی داخل نموده است. ابوعلی ابن سینا اولین عالم و فیلسوف تاجیک است که موضوع علمها را به دو تقسیم کرده است. یعنی یکم قسمت آن موضوعی که مربوط انسان است، مانند رفتار و کردار، گفتار و پندار و غیره. دوم موضوعی که قایم و غیر انسان یعنی اشیا و حادثه هاست. به اندیشه او علمی که درباره انسان بحث می کند حکمت عملی است، چون که سطح جامعه از جمله سیاست، اخلاق و چگونه وظیفه و مقام داشتن انسان را معین می کند. ابن سینا همچون یک دانشمند تاجیک علمهای زمانه‌اش را همه طرفه سنجیده به شکل نظریوی و عملی تقسیم نموده آنها را باز با گروه ها جدا می نماید. کیست؟ با امر پادشاه آمدیم، شاید در را. به شما کی در کار؟ حبیب ابوعلی. با امر جناب عالی او را به دربار میبریم، شاید در را. هر عقیده و پیشنهاد این علامه بزرگ در صفحه های تاریخ انسانیت جایگاه خاصی را دارد. همینطور او نخستین متفکر است که تعریف مشق‌های جسمانی را علماً به عالمیان پیشنهاد نموده است. اهمیت و موضوع مشق‌های جسمانی را همه طرفه تحلیل نموده می نویسد که ورزش حرکت اراده است که به ضروریت باعث سخت و دمادم نفس گرفتن بگردد. هر کی موافق شود تا ورزش را به اعتدال و اندر وقت خود به کار برد، از هر گونه معالجه بی نیاز خواهد شد که به تقاضای بیماری های مادی و بیماری های مزاجی از پس آنها آینده لازم گردد. از این برمی آید که ابن سینا در قطار دیگر علم ها به تعلیم و تربیه جسمانی نیز توجه خاص ظاهر نموده است. او میگوید که ورزش برابر آن گرمی مادرزادی را افروزد و تن را سبکی بخشد. بهترین سبب است که ماده های پوری را از جمع شدن باز دارد. معلوم است که ذوق و طبع بلند علمی موسیقی ابن سینا همه طرفه انکشاف یافته بود و فهمش او نه تنها برای علمهای زمانه بلکه برای مشقهای جسمانی و ورزش هم اساسهای علمی استوار گذاشت. گمان می رود که یگان ساحه مهم علم نیست که در آن مشاهده و تجربه و تحقیقات های ابن سینا عکس نیافته باشد. اکثریت عالمان و محققان ساحه سیناشناسی قریب که بیشتر علم های آموخته او را مورد تحلیل قرار دادند، ولی متاسفانه تا امروز آن دقیق پیشنهاد نشده است. سحر شد. در را شد. اینها سربازان امیرند، از پس تو آمدند. چی؟ از پس من؟ نخود که داروهای من به امیر فایده نکرده باشند. گیر نمان پسرم. پسرم جان نکن. خاطر نکشید بیبی، من زود برمیگردم. خدایا. احوال حضرتم چی طور؟ نمیدونم. اینقدر دیر کردی؟ حالا شنوندگان عزیز چند رباعی پر ارزش ابوعلی ابن سینا را از خزینه طلایی رادیو یکجا میشنویم. بعداً باز از رفت اندیشه های جالب سینا درباره موسیقی، سالمی و ورزش آگاه میشویم.
نوشیدن بسیار را عادت مگیر و گوش کن. از باده قانع شو بکم، گاهی و اندک نوش کن. گلرنگ گروه افروز می هر روز خوش باشد به کس، اما گرسنه گر توی نوشیدنش منما هوس. پرهیز از ساغر کشی، خورد طعام گرمگر، بعد غذای گرم هم نوشیدنت دارد ضرر. آمد از پیری نشانه رنگ بیضای بریش، از بدی ترسانده می گوید ز بد می کن حذر. رنگ بنما ریش خود، گفتم خوب نیست. موی سفید و مو سیاه را مرگ کی سازد نظر. پنهان رهی درست بود بهر جاهدان، آنسان که آفتاب به کوران عیان نشد. هر که خواهد مبتلا نشود، پشت ننهد به تابه حمام. چون پیر شدی کار جوان نتوان کرد، پیریت به کافری نهان نتوان کرد. در ظلمت شب هر آنچه کردی کردی، در روشنی روز همان نتوان کرد. جوان پادشاه را توابت کرده بود. عجب نیست که یگان خطا کرده باشد. السلام علیکم. پادشاه، اینک ما ابو علی را آوردیم. کنی نزدیکتر بیا. انا دیدید؟ منم ما صحت یافتیم. دوای این جوان به ما شفا بخشید. تو طبیبی حاذق بوده ای ابن سینا. ما تو را با عطای و انعام خوشنود میگردانیم. از گفته ها و سرچشمه ها برمی آید که واقعاً ببینیم که ابن سینا نسبت ماهیت ورزش چی عقیده و ملاحظه گذاری داشت. ورزش چنانه که گفتیم گرمی مادرزادی را بالیش بدهد، پیوندها و تارهای عصب را سخت کند، بر روانها توانایی بخشد و از متأثر شدن ایمن دارد. ورزش گرب سلامتی انسانها بوده، با تقاضای آن اشتها بیشتر می شود، گریه ها کشاده، رطوبت ها را تنک، روان و تواناتر می گرداند. ابن سینا می گوید هر کسی که تماما به ورزش مشغول نباشد بیماری محض است و دیق نفسش زیادتر و اندامش پراژنگتر نمودار می شود. ما به تو طبیب، آب و زمین، غلام و کنیز، زر و زیور انعام کرده سری تو را به آسمان می برداریم. بازگوی چی طلب داری؟ نترس، گوی چی می خواهی؟ اگر اعلی حضرت مرا به کتابخانه سوان الحکمت راه می دادند، من خود را خیلی بختیار می شمردم. آفرین، آفرین. داملا چغانی، به این نوجوان کتاب ها را نشان دهید. این فرمانی پادشاه هم. اندیشه و عقیده های ابن سینا درباره جذابیت آهنگ و موسیقی و از ورزش درست استفاده کردن تا حالا اهمیت خود را گم نکردند. مثلا او منتظم در نگاشته و مشاهده هایش
ورزشکاران را تاکید می‌کرد که ورزشکار باید احتیاط بکند تا گرمی ورزش به اندامی که ناتوان است نرسد، بلکه باید ورزش به سبک تتبع باشد، بدان که هر اندام به خودی خود ورزش خاصی دارد. او ابراز می دارد که در آغاز ورزش تن باید پاک باشد، یعنی ورزشکاران باید از جهت غذا سیر نباشند. عموما در اینجا اهمیت و مقصد اساسی ورزش را ابن سینا در محافظت سلامتی انسان می بیند. ابن سینا در تمام تجربه هایش دلباخته موسیقی اصیل بوده، همه دم تاکید به آن داشت که تنها موسیقی و آهنگ های خوب هستند که به جسم و روان آدمی قوه و نیرو و حلاوت می بخشد. او میگوید انسانیت از نخستین روزی به دنیا آمدنش به صدای خوش، آهنگ های جذاب، نوازش و نازش زیاد احتیاج داشت و تا به حال دارد. یعنی روان آدمی باید از محبت گرم و نواهای خوش راحت یابد. السلام علیکم جناب سردار. پسری من در کجا باشد؟ فرزند تربیه کرده نتوانستید مولانا عبدالله. پسری شما در چنگ کتاب‌های کهنه غوطیده خوابیده است. با حالان که وی در چنگ نه، در زر غوطیده میتوانست، در زر. علم را به زر بر نمی کشند. این چی کتاب؟ این کتاب از زمانهای قدیم نشانه است. منجم سغدی که با خون دل این را تالیف کرده است، پیش از زمانی پیغمبرمان گذشته است. بله، خزینه حقیقی پادشاه در اینجاست. اگر من پادشاهی بخارا می بودم، نصف لشکر را به پاسبانی انا همین خزینه تعیین می کردم. اما پادشاهی ما، حیرانم که تو با چی سحر و جادو خودت را به پادشاه معقول کردی. من درد او را دوا کردم. دوا کردی؟ تو درد را چه میدانی کودک؟ من طبیب ابن سینا، مرا همه میدانند. طبیب بوده است. وقتی که شنیدم یک بچه نابالغ پادشاه اعظم را طبابت میکند، باور نکردم. این یعنی تو بودی؟ شما گمان کردید که من فریبگر؟ فریبگر. کسی در سن و سال تو دانشمند شده نمیتواند، فهمیدی؟ هیچ گاه دانشمندی شهرت یافته باشد از راه مکر و فریب یافته است. این بهتان. من فریبگر نیستم. من نزد شما آمدم که تعلیم گیرم، شما باشید. افسوس. صبر کن پسرم. اگر تو در حقیقت طبیب شدن خواه، به تو نشان میدم. تشکر. ابن سینا خصوصیت های ورزش، مقام و اهمیت آن را در سیستم علم ها نشان داده، در بیان مساج گرمابه درباره خواسته هایی که بعد ورزش پدید می آیند پیشنهادها داشت. مثلا میگوید که ورزشکاران تا پوره استراحت نکنند به گرمابه نباید شتاب کنند، یا اینکه اگر ورزشکار وزنش را سبک کردنی شود باید با شکمی گرسنه گرمابه کند و آنجا باید بسیار بماند. عقیده های سودمند سینا خیلی زیاد بودند که تا امروز در ساحه ورزش وسیع استفاده میبرند. در بیان استفاده آب بعد ورزش، ابن سینا تاکید می نماید که ورزشکاران باید آبی خنک را برای قوی گردانیدن پوست و نگاه داشتن گرمی به کار برند. بوز را غمی جان، قصاب را غمی چربو. کسب من طبابت است نه تجارت. بعد من وعده دادم که سر این دار را آشکار کنم. با کی؟ با علمای بخارا. ارباب دانش را معلوم باد که من پادشاه را با این دارها دوا کردم. اولا فرمودم که جاهای ضرر دیده پوست بدن را هر روز 3 بار با محلول مرگی موش تربندی کنند. بعد من از 2 حصه کبریت، 3 حصه گل سماسی مخلوط با روغن مرغابی به زخمها پاشند. برای کشایش اشتهای پادشاه من فرمودم که به وی شربت یوشان نوشانند. داروی مرگ موش را شما در چی گونه مایه محلول کنندید؟ با ما بگویید هم کسب جوان. مرگ موش را من
در چیزی که ایجاد کننده، محلول کننده، پیوند دهنده و خراب سازنده جسم هاست محلول کردم، یعنی در آب. در آب؟ آب عادی؟ بله، در آب مقرری. نخواد برای یک ذره حقیقت 100 خیل تجربه گذراندید؟ البته باغبان هم برای یک دانه گل 100 خار را پرورش میکند. شنوندگان عزیز، شما چند نقطه را از دید ابن سینا از سرچشمه ها درباره درستی ورزش در حیات انسان و مهم بودن صوت و صداهای گوشنواز برای آدمی شنیدید. درباره دلبستگی سینا به موسیقی و صوت و صداهای دلاشوب ما در برنامه‌های آینده با سخن خواهیم گفت. ابو علی ابن سینا حیاتی پرمشقتی، غریبی و دربدری را از سر گذراند. ولی بیدادگری های زمانه او را راه افتاده و ناامید نکردند. او به غلبه عقل و ادراک انسان اعتقادی کامل داشت. بگیتی دو چیز است جاوید و بس، دیگر هر چی باشد نماند به کس. ز خورشید و از باد و از آب و خاک نگردد تبع نام و گفتار پاک. نباشد کسی در جهان پایدار، همان نام نیکی بود یادگار. شما برنامه استبار خورشید را از اندیشه و مشاهده های یکی از خورشید تباران دور ابو علی ابن سینا درباره موسیقی و اهمیت ورزش در حیات انسان شنیدید. انجام برنامه استبار خورشید، مؤلف فیروزه شریف، کارگردان عبدالمنان رحمان، راوی دلشاد الصمدوف. سلامت باشید. استبار خورشید. از میان دردها چرخی فلک، راه درمان و شفا را فرید.